سلام، به کانال رازهای سلامتی خوش آمدید. لطفاً قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیوهامون رو لایک کنید، کامنت بذارید و زنگوله رو هم به صدا در بیارین. بحث امروز ما در مورد سیبه. آیا مصرف روزانه سیب تأثیر مثبتی بر عملکرد قلب و عروق انسان داره؟ خوردن سیب سبب کاهش کلسترول، چربی خون و پیشگیری از نشست کلسترول به دیواره رگ‌ها و قلب خواهد شد. به همین دلیل با اطمینان میتوان گفت سیب یکی از میوه‌های معجزه‌آسا برای سلامتی قلب است. مصرف میوه برای تمام انسان‌ها لازمه و فواید زیادی برای بدن داره. نوزادان، کودکان و بزرگسالان باید هر روز میوه بخورند و آن را به عادت تبدیل کنند. میوه ها به عنوان پاک کننده طبیعی در بدن شما عمل می کنند و به شما انرژی می دهند. دسته ای بزرگ از ویتامین ها، مواد معدنی، آنتی اکسیدان ها را می توان از سیب دریافت کرد. از سیب به عنوان میان وعده و دسر استفاده می کنند که نیازی به پختن هم ندارد. سیب از طبیعت می آید و حاصل کارخانه و مواد شیمیایی نیست. هرچه بیشتر خوراکی طبیعی استفاده کنید، سلامتی بیشتری در خود حس می کنید. میوه ها به طور معمول چربی و کالری کمی دارند و برای رشد کودکان مفید هستند. سیب در برخی از فرهنگ ها اهمیت مذهبی و قدیمی دارد و همچنین در میان ایرانی ها یکی از اصلی ترین سینهای 7 سین عید باستانی نوروز است. در ادامه شما را از خواص و تأثیرات سیب برای بدن بیشتر آگاه می کنیم. تاریخچه درخت سیب. سیب میوه‌ای خوش‌طعم و پرطرفدار است که در سرتاسر جهان قابلیت کشت دارد. به گفته دانشمندان قدیم، سیب اولین میوه‌ای است که انسان آن را پرورش داد. نزدیک به 7500 نوع سیب در جهان وجود دارد که با تحقیقات به این نتیجه رسیدند که درخت سیب از گروه گلسرخیان است. سیب میوه‌ای گوشتی است که به دو گونه ترش و شیرین کشت می شود. پس از هزاران سال کشت در اروپا و آسیا توسط مهاجران به آمریکای شمالی برده شد. در کوه‌هایی مانند قزاقستان، قرقیزستان، چین و تاجیکستان خود به خود رشد می‌کند. تحقیقات نشان داده که سیب زرد نزدیک به 57,000 ژن دارد که میان تمام گیاهان رتبه بیشترین ژن را به خود اختصاص داده است. بسیاری از سنت‌های مذهبی سیب به عنوان میوه ممنوعه و اسرارآمیز شناخته شده است. سنت‌های مشهور مسیحی عقیده دارند آدم و حوا از درخت ممنوعه یک سیب خوردند. در نتیجه سیب نماد دانش، ابدیت، وسوسه، سقوط انسان و گناه شد. در زبان لاتین کلمات معادل سیب و بد تقریباً یکسان است و تعبیر آن از سیب ممنوعه این است که برآمدگی گلوی انسان‌ها همان میوه ممنوعه است که در گلوی انسان‌ها گیر کرده است. سیب حاوی ویتامین‌های B6، C، K و همچنین دارای فیبر و قند مفید است. به همین دلیل جایگاه مهمی در تقویت گوارش و انرژی در سیستم بدنی هر انسان دارد.
سیب یک میوه مغذی و تمیز کننده بدن است که آب اضافی بدن را خارج کرده، باعث تحریک گوارش و ضد عفونی سیستم داخلی شده، یبوست و خستگی کاذب را از بین میبرد. با خوردن سیب به دلیل فیبر زیاد باعث احساس پر شدن زود هنگام معده شده و کالری کمتری را تقاضا خواهد کرد. این احساس پر بودن باعث شده کمترین کالری درخواست شود و در نتیجه باعث کاهش اشتها و کاهش وزن می شود. سیب از مواد مغذی تشکیل شده که آرام بخش است. سیب نشاط آور و خوردن آن به علت داشتن فسفر تأثیر زیادی به دستگاه اعصاب و مغز دارد. حتی دمنوش سیب و مقداری گلاب برای از بین بردن تنش مفید است و معمولاً در دسترس افراد می باشد. سیب یک مسواک طبیعی به حساب می آید و میکروب کش است. گاز زدن آن باعث سفیدی و از بین بردن جرم روی دندان شده و همچنین جویدن سیب عضلات فک را تقویت خواهد کرد. سیب خاصیت روشن کنندگی و نرم کنندگی پوست را دارد و کلاژن را به پوست انتقال خواهد داد و یک آبرسان بسیار خوب برای پوست است که می توان به صورت ورقه‌ای از سیب روی پوست استفاده کرد تا خشکی پوست را به خود جذب کند. سیب به دلیل داشتن مواد مغذی باعث می شود ریشه مو محکم و مقاوم شود و از ریزش مو، خشکی مو جلوگیری کند و همچنین آبرسان بسیار قوی از طریق ریشه مو به ساقه مو است. سیب باعث افزایش انرژی در طول روز خواهد شد. روزانه خوردن یک سیب خستگی کاذب را از بدن شما میگیرد و اکسیژن را راحت‌تر به ریه میرساند. هرچه اکسیژن راحت‌تر به ریه ها انتقال پیدا کند، در نتیجه انرژی شما نیز افزایش پیدا می کند. سیب باعث شادابی درونی سیستم بدن انسان شده. خوردن سیب به تنظیم فشار خون، جذب قند مفید، جذب کلسیم و فیبر، تقویت سیستم تنفسی از طریق اکسیژن، جذب فسفر برای اعصاب و غیره همه اعضا را درگیر کرده و باعث کمک به استحکام بدن می شود. عوارض مصرف بیش از حد سیب: زیاده روی در مصرف سیب مانند دیگر مواد خوراکی می تواند به سلامتی بدن ضرر برساند. مهمترین مشکلاتی که ممکن است پیش بیاید مشکلات گوارشی، نوسان در میزان قند خون، مسمومیت با آفتکش، اضافه وزن و چاقی، آسیب به دندان و افزایش فشار به روده ها است. فرق بین میوه سیب ترش و شیرین چیست؟ سیب شیرین گرم و تر و سیب ترش سرد و خنک است. سیب ترش منقبض کننده و استفراغ و دلپیچه را از بین میبرد. مربای شکوفه سیب ترش برای ضعف معده و قوای جنسی و افرادی که مزاج گرم دارند مفید است. مخلوط آب سیب ترش با آب انار برای تقویت معده و درمان اسهال به کار می رود. سیب شیرین برای پایین آوردن تب و افراد دارای مزاج سرد مفید است و از آرد سیب می توان برای مسمومیت استفاده کرد. کدام نوع سیب بهتر است؟ سیب میوه‌ای 4 فصل و پرخاصیت است. هرچند سیب قرمز زیباتر از سیب زرد است، اما باید کمتر از آن استفاده شود. زیرا به دلیل داشتن رنگ قرمز قبل از رسیدن برداشت شده و داخل آن سبز، نارس و مضر است. مدت زمان بیشتری قابل نگهداری است
و کیفیت مواد مغذی آن به شدت کاهش پیدا می کند. پوست بسیار ضخیمی دارد و رنگ قرمز آن مانع دیدن خرابی ها و از بین رفتن بافت داخل سیب خواهد شد. یکی از میوه های همیشگی در ایران سیب گلاب است که همان سیب زرد است که خوردن آن باعث کاهش کلسترول بد شده، قلب انسان را بهتر به کار می اندازد، طبع گرمی دارد، شیرین است و برای درمان یبوست و لاغری معجزه می کند. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و زنگوله رو هم به صدا در بیارید. راستی دوست دارین تو ویدیوی بعدی در مورد کدام یک از میوه ها یا گیاه ها براتون حرف بزنم؟ هر کدومه که